یادتون میاد یلدای قدیما چه حال و هوایی داشت؟ یلدا یعنی کرسی و زغال داغ زیرش. یلدا یعنی خنده دایی و خاله و عمو و عمه و بچه‌هاشون که همه دور هم جمع شدن. یعنی دور کرسی نشستند زیر یه پتوی گرم. قصه های پدر بزرگ و خاطرات شیرین مادر بزرگ. یعنی دون کردن انار و ریختن دونه های سرخش توی ظرف مسی. شرط بندی سر این که هندوانه قرمز یا سفید. یعنی آجیل شور و تخم شکستن‌های بی‌پایان. من بادوم زمینی شکوندم. شب تفعل به فال حافظو، امید به فردای روشن. بوی پرتقال پوسکنده و چای لبسوز مادر بزرگ. یعنی شاهنامه خوانی، قصه خوانی سیاوش و رستم. یعنی همه رو جمع کردن برای عکس دست جمعی. مگه نه روشا؟ یلدا یعنی چراغ نفتی گوشه اتاق و قصه 1001 شب. یلدا یعنی دور هم جمع شدن بدون هیچ گونه موبایل و تکنولوژی. دقیقاً مثل همون بچگیامون، مثل همون قدیما. یعنی سینی مسی بزرگ روی کرسی خونه مادر بزرگ. یلدا یعنی ترمه قدیمی مادر بزرگ روی کرسی. یلدا یعنی بازی اسفامین تا نیمه شب. یلدا شبیه قصه هاست، پر از امید برای شروع داستان‌های جدید. یلدا یعنی بشقاب گل سرخی و قاچ کردن پنجونی و تست کردن اون برای شیرینیش. یلدا یعنی خنده های دست جمعی و لحظه های شیرین. یعنی چراغ قوه‌ای که باتریش کم بود و صدای ساعت دیواری وسط سکوت. یعنی پایان پاییز و شروع زمستونای پربرف. این سفره مخصوص شب یلدا، بوی چای تازه و شروع قصه های زمستونی. یلدا یعنی صبر بدون شکایت. یلدا یادآور نوریه که از دل با هم بودن جون میگیره. زیبایی شب یلدا به دور هم بودنشه. همون چیزی که ما توی این بیزینس هر روز تجربهش میکنیم. یلداتون مبارک. یلداتونم مبارک. یلداتونم مبارک. یلدای شما مبارک. یلداتون مبارک. یلداتون پرتکرار. یلداتون مبارک. یلداتون مبارک. بگو یلداتون مبارک. مبارک.